سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیر هستم. امروز اومدم با خلاصه فیلم کرید 3. قبل اینکه بریم سراغ توضیحات و خلاصه فیلم، لایک و کامنت حسابیاتون نره بزنید. قبل اینکه این سراغ خلاصه داستان فیلم، بازیگران فیلم رو بهتون معرفی کنم. مایکل دی جردن در قسمت‌های قبلی نقش آدونیس کرید رو داشته. تو این فیلم هم همین نقش رو ایفا میکنه. جاناتان میجرز در نقش دام اندرسون، تسا تامسون در نقش بیانکا تیلور، بوتریس در نقش تونی، فلوری مونتینو در نقش ویکتور دراگو، فلیسیا رشاد در نقش میریان کرید. خب نمره IMDb کرید 3 6.9 از 10. در رابطه با این فیلم سینمایی جذاب باید بگیم که داستان این قسمت پس از اتفاقات فیلم کرید 2 میگذره. آدونیس کرید در زندگی شخصی خودش آدم موفقیه. یکی از دوستان دوران کودکی اون که اعجوبه بوکس، دام اندرسون، پس از گذراندن دوران محکومیت خودش تو زندان آزاد میشه. او میخواد به همه ثابت کنه که شایسته قهرمانی بوکس در رینگه. در ادامه فیلم اونها با هم ملاقات میکنن، اما ملاقات آنها چیزی بیش از یک دعوا نیست. آدونیس کرید باید در خط مقدم به مصاف دام اندرسون برود تا به نتیجه برسد. در مورد اندرسون هم چیزی برای از دست دادن نداره. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو دنبال کردین. لایک و کامنت حسابیاتون نره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.